داستانی بی‌نهایت خوب را آوردیم. داستانی نویسنده‌ای که در مدت 4 سال 400 داستان نوشت. این داستانی اندوه است. نوشته آنتوان چخوف. نویسنده‌ای که یک سبک خاصی را در ادبیات رؤوس پدید آورد، در ادبیات داستانی جهان، و اون را به عنوان پدید آوری یک سبک در دنیای داستان میشناسند. البته در جهان، نه تنها در ادبیات روسی، معمولا جهانی داستانی همین نویسنده دردآور و وحشتناک است و انسانایی هستند دنبال جایی کسی فردی میگردند تا اینکه خود را بازگو بکنند و تا اینکه حرف خود را بگن، ولی هیچ کسی شنوایی پیدا نمی شود. داستانی اندوه از جای آغاز می شود که مردی وجود دارد، پیرمرد ایوینا. پیرمرد ایوینا آنقدر تلاش می کند درد خود را برای دیگران بازگو کند، آنقدر سعی می کند یک آدمی پیدا بکند برایش بگوید پسرم مرده، برایش بگوید من درد دارم، من بغض دارم، یعنی من از تنهایی دارم به لب پرتگاه می رسم، ولی هیچ کسی اینقدر ارزش به این پیرمرد نمیده حرف این را بشنوه. انسانی داستان چخوف، انسانی داستانی اندوهمی این وانا می رود به طرف این که پناه می برد به اسب و بسیاری وقت انسان ها احساس می کنند نسبت به انسان دیگر همین حیوانات شنواتر هستند. چرا؟ چون هر چی تو داری برایش میگویی و هر حرفی داری میگویی، اون نمیشنود، پاسخ نمیده، ولی داخل انسان نبی احساس رضایت از خود میکنه، درون خود را خالی میکنه. هزار و یک شب، راز پنهان کتاب. به نام خداوند. سلام به شما بینندگان محترم، بیننده برنامه هزار و یک شب. در این جلسه هم یک داستانی بی‌نهایت خوب را آوردیم. داستانی نویسنده‌ای که در مدت 4 سال 400 داستان نوشت. نویسنده‌ای که یک سبک خاصی را در ادبیات رؤوس پدید آورد، در ادبیات داستانی جهان، و اون را به عنوان پدید آوری یک سبک در دنیای داستان میشناسند. البته در جهان، نه تنها در ادبیات روسی، نوشته که هر کارش برای ما با ارزش از انگیزه دهنده است. وقتی به کارش مراجعه میکنیم میتواند اون تشنگی ما را در دنیای داستانی از بین ببرد یا سیراب بسازد. نوشته که متنش بی‌نهایت قوی است، نثرش گیراست و داستانی را که آفریده حس و حالی را روایت میکنه یا برای ما برمغان میآورد. وقتی خود را در این حس حال میبینیم یک جهانی تغییرتر به سراغ ما میآید و یک جهانی را میبینیم که در آن انسان‌های مختلف زندگی میکنند. جهانی که معمولا جهانی داستانی همین نویسنده دردآور و وحشتناک است و انسان‌هایی هستند دنبال جایی کسی فردی میگردند تا اینکه خود را بازگو بکنند و تا اینکه حرف خود را بگن، ولی هیچ کسی شنوایی پیدا نمی شود که می شود گفت این جهان امروز است، این جهان ماست. با وجود نویسنده 10 سال قبل زندگی می کرده و این داستان را نوشته، ولی چنان زیبا نوشته، چنان داستان خوب نوشته، احساس می شود که امروز یک نویسنده از میان ما نوشته. هزار و یک شب، راز پنهان کتاب. این داستانی اندوه است. نوشته آنتوان چخوف. یکی از بزرگترین نویسندگان رؤوس و یکی از پیشگامان ادبیات داستانی در جهان. چخوف را به عنوان پدر داستان کوتاه جهان میشناسند. همینطور یکی از پرنویس‌ترین افراد نویسندگان در جهان داستانی است. تنها در مدت 4 سال 400 داستان کوتاه نوشته. یعنی محال است نویسنده دیگری اینقدر داستان کوتاه بنویسد در چند سال کم
و چنین داستان‌های جهانی این تنها میتواند از دست چخوف بر بیاید و تنها اون قدرت را و این قدرت را چخوف دارد که نه بیشتر. و اونم بهترین داستان‌ها که مثلا داستان اندوه و داستان خوشحالی که در برنامه قبلی ما اون داستان را معرفی کردیم. اگر اون داستان را ندیدید، داستان بی نهایت جالب است. داستان یک انسانی است، یک روزی می رود، یک روزنامه را می بیند و در آن نوشته شده قصه همین مرد. این مرد چه کار کرده؟ یک قصه جالبی ازش سر زده و بعد میاد به خانواده روزنامه رو توته میکنه و خواهر، مادر، پدر میده شما بخوانید، در اینجا ما آمدیم قصه من جهانی شدم، دیگر من یک فرد معمولی ساده که تنها شما میشناسید نیستم. و اونم قصه همین فرد است، یک روز شراب بیشتر خورده میرود و موتر تکر میکند. همین قصه نوشته شده و این وقتی میبینن نامش در روزنامه آمده، این مشهور شده، معروف شده، بی نهایت تکان میخوره و احساس میکند است و نیست همین مرد است و یک مرد مشهور و معروف شده. این قصه حال آدم هاست که آدمایی از درون توهین و دنبالی شهرتن، دنبالی معروف شدن هستن ولی آمادگیش را ندارن. اگر این داستان را ندیدید، ما معرفی کردیم در برنامه گذشته، برگردید و این داستان را ببینید. بی نهایت داستان خوبی است. برای من هم یکی از خاص‌ترین و خوبترین داستان چخوف بود. البته متقلین زیادی هم به این باور هستند، ولی داستان امروز هم یکی از داستان‌های خوبی است، شبیه داستان خوشحالی و داستان زیبا است، از نگاه‌های مختلف زیباتر از خوشحالی هم است. داستان اندوه از جای آغاز می شود که مردی وجود دارد، پیرمردی ایوینا. این مرد به تازگی پسر خود را از دست می‌دهد، در غم فرو می‌رود، در تنهایی، دلتنگی و هیچ کسی نیست حرفش را بشنود. مرد تقلا می‌کند حرف خود را برای دیگران بگوید. موتروان است، تکسیران است. در موتر برای مسافرین خود همیشه وقتی می‌خواهد حرف خود را بگه، آنها رو می‌گردانند، حوصله شنیدنی حرف این را ندارند، یا در دنیای خود مشغول هستند، در غم و غصه خود پیچیدند، یا هم آنقدر خودخواه هستند گوش نمیدن به حرف این پیرمرد. معمولا گاهی صدا می شود به عنوان پیرسگ یا پیرمرد سگ یا پیرمرد سالخورده ناتوانی که هیچ چی کرده نمیتواند. پیرمرد ایوینا آنقدر تلاش میکند درد خود را برای دیگران بازگو کند، آنقدر سعی میکند یک آدمی پیدا بکند برایش بگوید پسرم مرده، برایش بگوید من درد دارم، من بغض دارم، یعنی من از تنهایی دارم به لب پرتگاه میرسم، ولی هیچ کسی اینقدر ارزش به این پیرمرد نمیده حرف این را بشنوه. در آخر وقت پیرمرد میبیند انسان ها به حرفش ارزش نمیدن، جهان دیگری است، میرود با اسب خود راز دل میکند، با اسب خود درد دل میکند، تمام آنچه در درون دارد را به اسب خود بازگو میکند و اسب خود را شبیه کسی میبیند خوب میتواند این را درک کنه، ولی اقل یک شنونده بسیار خوب است. اما این داستان، این اندوه، یک داستان بی نهایت وحشتناک است. زمان روایت میکنه انسان ها وقت میخواهند درد خود را بر انسان دیگر شریک بسازن و اون انسان را شریک درد خود ببینن، به نوع مختلف اون انسان ها را دور میزنن و فرار میکنن، به خود اجازه نمیدن شنونده حرفای این مرد باشه. یا خودخواه هستن یا درگیر هستن با پدیده دیگری، یا هم اونقدر بی حوصله ان، بی فرصت هستن که هیچگاهی درد یک انسان را نمیشنوند، درد نمیکنن انسان دیگر را. این واقعا لحظه است که انسان ها تهی شدن از همه چیز، از صبر، از طاقت، از شنوایی، و لحظه است که انسان برای انسان ارزش خود را از دست داده و قوه درک انسان ها بی نهایت ضعیف عمل میکنه و در کار خود بی نهایت ضعیف است، یا اون هم به اساس کارهایی است که انسان ها نمیخوان انجام بدن. اندوه در واقع داستان تنهایی مرد را روایت میکند، تنهایی انسان مدرن. داستانهای چخوف معمولا بین واقع گرایی و مدرنیسم میچرخند، همین مرد را دارن تعیین میکنن. یک بخشی را از واقعیت میگیرن، بخش بزرگتر آنچه که در جامعه بوده انسان ها کشیدن. اندوه از جامعه گرفته شده. یک انسانی بوده هیچ کس درکش نمیکرده و تقلا میکرده کسی درک کنه، حرفش را بشنوه ولی نمیشنیده. همین قسمت از جامعه گرفته شده. این مالی صدها انسان است، صدها نویسنده، صدها انسان
پیر، سال خورده، حتی جوان، نوجوان حرف گفتن دارن در جهان امروزی، در جهان سوم، در جهان شرق، ولی کسی این حرف اینها را نمیشنه و ارزش نمیده و اساس یک ارتباطایی که در عصر امروزی به وجود آمده. این بخش داستان از همین جا می آمده. بخش دیگری داستان هم وقتی که این مرد انقدر تنها میشه میره با اسبش صحبت میکنه که اینم یک چیزی واقعی است. بسیار از انسان ها در این روز وقتی کسی دیگر به حرفش گوش نمیده، درکش نمیکنه، در کنارش نمیمانه و پناهگاهش نمیشه، لااقل یک قوه‌ای نمیشود که این مرد برود و آن حرف خود را بازگو بکنه، پناه میبرد به اشیای دیگر. یک کسی سرگرم تلفن میشه، یک کسی سرگرم صفحات اجتماعی میشه، یک کسی دیگری میرود به تنهایی خود، در تنهایی خود حتی اگر دق میکنه در تنهایی خود دق میکنه، منزوی میشه و پناه میبرد به اون کنج اتاق خود و یک کسی هم میرود بیشتر کتاب میخوند. ولی انسانی داستان چخوف، انسانی داستانی اندومی این وانا میرود به طرف این که پناه میبرد به اسب و بسیاری وقت انسان ها احساس میکنن نسبت به انسان دیگر همین حیوانات شنواتر هستن. چرا؟ چون هر چی تو داری برایش میگویی و هر حرفی داری میگویی، اون نمیشنود، پاسخ نمیده. ولی داخل انسان نبی احساس رضایت از خود میکنه، درون خود را خالی میکنه. جهان امروز جهان بسیار پر مشغله است. انسان ها ارزشی بر انسان دیگر نمیدن. اینها را فناوری های روز، مصروفیت های روز، روزمرگی های روز، وضعیت‌گرایی ها درگیر ساخته و انسان ها یک سو درگیری صفحات اجتماعی هستند و یک سو درگیری اون غم و غصه و نداشته های خودند و یک سو هم درگیری حالتی شده اند که حضور یک انسان دیگر، بودن انسان دیگر برایشون معنا پیدا نمیکنه، ترجیح میدن فرار بکنن و انسان های حرف شنوی نیستن، انسان های نیستن که کلام دیگران را بشنوند، برایش ارزش بودن. نبی بیمایگی انسان روز را انسان مدرن روایت میکنه، نبی این را روایت میکنه که پیوند قوی که بین انسان ها در گذشته بود، در دوران سنت بیشتر حاکم بود، از میان رفته و انسان ها دیگر خود را شبیه، انسان ها دیگر خود را شریک غم دیگران نمیبینن. اگر ببینن یک لحظه ای است، موقتی است و بیشتر این تلاش را نمیکنن. البته این در همگی چنین نیست، ولی انسان های شبیه شخصیت داستان چخوف هستند، کم تنها ماندن و هیچ کسی اونها را درک نکرده. در واقع این بخش روایت از اجتماع است. اندو از نگاه دیگر بی‌معنایی زندگی را روایت میکنه، پوچ بودن، این که انسان در مرحله میرسد، در مرحله قرار میگیرد، عملاً به این جا میرسد که این زندگی بی نهایت پوچ و بی‌معنی است، ارزشی بودن را ندارد. اینکه ما تقلا بکنیم، زندگی کنیم، تقلا کنیم، خود را بسازیم، تقلا بکنیم، آرزوهای بلند بپرورانیم در سر خود، این ارزش را ندارد. چرا؟ نهایت میرسد بر جایی که دیگران تو را درک نمیکنن. یعنی تو در مرحله رسیدی، در لحظه رسیدی، در پله رسیدی، حضور بر دیگران نفع نداره. بر انسان امروزی اگر حضور نفع نداشته باشد، یا تو را ترک میکنه یا خود را ترک میکنه از تو، تلاش میکنه جای دیگر بره، پناه برد بر جای دیگر، که این را ما در داستان اندو، در داستان چخوف میبینیم. یکی از زیباترین خصلت‌های نثر چخوف همین است، واقعیت را به شکل روایت میکند. اگر سالها بعدم بخوانی احساس میکنی این واقعیت جامعه توست. نویسنده ای از میان تو با زبان و نثر بسیار خوب و قوی و شیرین نوشته که این خصلت داستان‌های چخوف و این زیباییشان است و این قدرتشان و ویژگیش که در بسیاری از داستان‌های نویسنده‌های دیگر کم پیداست. داستان اندوی چخوف بسیار شباهتی خاص و خوبی با داستان خوشحالیش داره. در آنجا هم یک مردی است تنها، وقتی می‌بیند نامش در روزنامه درج شده نزدیک میشه دیوانه شود از خوشحالی، نزدیک میشود آنقدر ذوق میکند، نزدیک میشه خود را از دست بده. دویده میره برای مادر، برای پدر، رفتم روزنامه خود را توته میکنه، به اونا میدر توته را تا بخوانن، در حالی اونها نمیفهمن چی است، روزنامه توته شده و خود داشت گوش میکنه چه میخونن. و این کارش یا چه کاری انجام داده؟ هیچ کاری انجام نداده جز اینکه بیشتر شراب خورده و مست شده، با یک گادیوان تکر کرده و پلیس هم آمد این را برده. بعد از مدتی هم وقتی سالم‌تر شده رهاش کرده.
ببینید اینجا یک انسان به خاطر یک شهرت ناچیز حتی از روی بعد نزدیک می شود از خوشحالی کارهای غیر مترقبه ازش انجام بپذیرد و می رود با همه کس داد می فریاد می زند من نامم در روزنامه آمده. و این طرف هم در داستان اندو این پیرمرد کسی را پیدا نمیکنه، برایش تنهایی خود را، غم خود را، سوگ خود را و غمی از دست دادن پسر خود را، خاطرهایی که با پسر خود داشته را قصه کنه. مانده، تنها شده، بیچارش را بیکس شده. خوشحالی از یک نگاه این را روایت میکنه جهان امروز انسان ها بیشتر تلاش میکنن معروف شوند، مشهور شوند، ولی تویی هستند و انسان ها وقت این تلاش را میکنن هیچ آمادگی ندارن، هیچ مقدمه‌ای برای مشهور شدن نگرفتن و انسان امروزی به نوعی که خوشحالی میگوید دنبال شهرت است، دنبال معروف شدن است، حتی از راه‌های نادرست و سیاه. و از نگاه دیگر همین انسان، برخی از انسان‌ها در مرحله قرار میگیرن از زندگی خود بیزار میشوند و هیچ انسانی نمیاد در کنار اینا قرار بگیرن، میرن به اسب راضی دل میکنن، میرن حرف خود را به اسب میگویم و اسب را شنونده خوب میبینن و با اسب قصه میکنن که هر دو داستان چخوف از دو زاویه مختلف رنج انسان امروزی را، حقیقت انسان امروزی را روایت کرده. من فکر میکنم تو خواندن این داستان برای ما بی‌نهایت مهم است و بسیار لازم است بخوانیم تا که ببینیم ما از دو نگاه وقتی بررسی میشیم در چه جایگاهی قرار داریم و انسان امروزی چگونه زندگی را دارن سپری میکنن، در چه حالت قرار دارن، در حالتی که شخصیت داستان خوشحالی قرار داره و در حالتی که این شخصیت داستان اندوه قرار دارد. دو دنیای مختلف، دو دنیای پر از رنج، دو دنیای نوی با روایت با داشتهای مختلف، ولی در نهایت دو دنیای شبیه هم. اون انسان هم توهی میشه میماند افسرده و دیوانه میشه و این انسان هم توهی میشه افسرده و دیوانه میشه که قوتی داستان چخوف را نشان میده. وقتی ما داستان چخوف را میخونیم نوع اطمینان حاصل میکنیم، ما تجربه داریم همین زندگی را یا تجربه کردیم یا این بازگویا رو نویس تجربه زندگی ماست. اگر از ما نیست تجربه شنیده ماست، تجربه زندگی دیگران است. من توصیه میکنم داستان‌های چخوف خوانده شود، همین 400 داستانش هم خوانده شود، بی نهایت زیباست. هم از نگاه این که یک جمعی از قصه محتوای خوب گیری ما می آید و نصی بسیار زیبا دارد. تکنیک های داستانی را ما متوجه میشیم. چخوف پدری داستان کوتاه جهان است، پس بدون شک تکنیک های بسیار خوبی را به کار برده، شبیه نظری کویخ. این خیلی خوب است ما داستانش را بخوانیم. از نگاه دیگر ما خود را در این داستان پیدا میکنیم، اجتماع و جامعه خود را پیدا میکنیم. داستانی است که احساس میشود تازه نوشته شده و همچنان در این داستان ها ما حقیقت جهان امروزی را، انسان امروزی را، سرنوشت امروزی را میدانیم و این که جهان به کجا میره، انسان ها به کجا میرود، این هم در این داستان قابل تصور است. پس من توصیه همین است داستان اندو، داستان خوشحالی در زم و بقیه داستان‌های چخوف خوانده شود. تشکر از شما بینندگان عزیز تا این مرحله بودید و حرفای ما را شنیدید. برای اینکه برنامه بعدی ما را هم در مورد یکی از کتاب‌های خوبی داستانی در جهان است، کتاب معتبر مهم که باید همگی بخوانند، چیزای زیادی گیرشان میآید و همچنین برای دنبال کردن برنامه‌های دیگری ما با فراز باشید و چینل ما را دنبال نمایید. تا برنامه دیگر، خدا حافظ.